همیشه تاریخ خودروسازی پر از ماشین‌هایی بوده که آنقدر عجیب و غریب و یا شاید هم باحال، ماشین‌هایی با تکنولوژی خطرناک ولی شگفت‌انگیز که دولت‌ها اجازه دیده شدن بهشون ندادن و هیچ وقت به تولید انبوه نرسیدن. از خودروهای اتمی بگیر تا خودروهای بدون سرنشین، این ماشین‌های فوق مهندسی هیچ وقت به تولید انبوه نرسیدن. شاید به خاطر ایمنی، هزینه و یا شاید هم به خاطر چیزهایی فراتر از حضور ذهن ما. اینجا قراره با ما 9 تا از ماشین‌هایی که شاید حتی اسمش هم به گوشت نخورده آشنا شیم. پس تا آخر ویدیو در کنار ما باشین. ماشین شماره 1، فورد نوکلون، ماشینی که با اورانیوم کار میکرد. در دهه 50 میلادی شرکت فورد طرحی داد به اسم نوکلون که قرار بود با یک راکتور هسته‌ای کوچک رانندگی کنه. طراحی آن به گونه‌ای بود که راکتور در عقب خودرو نصب شده بود تا راننده از تشعشعات در امان باشد. فورد ادعا میکرد این خودرو با یک راکتور میتواند حدود بیش از 8000 کیلومتر رانندگی کند بدون نیاز به سوختگیری. طراحی ظاهری آن آینده نگرانه بوده با شیشه‌های گسترده، نمای آیرودینامیک و طراحی فضایی داشت. این خودرو هرگز وارد فاز تولید نشد چون فقط یک تصادف کافی بود تا یک شهر رو به فاجعه اتمی تبدیل کنه. ماشین شماره 2، شورلت کوریر. شورلت کوریر یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین خودروهایی است که جنرال موتورز تولید کرده. این خودرو در ایالات متحده در سال 1960 تولید شد. کوریر برخلاف بیشترین خودروهای آمریکایی که آن زمان موتور ماشین‌ها جلو بودند، موتور آن در عقب ماشین نصب شده بود. موتور آن 6 سیلندر تخت داشت که با هوا خنک می‌شد، نه با آب. موتور آلومینیومی سبک داشت با سیستم تعلیق مستقل در محور عقب. کوریر به خاطر انتقادات رسانه‌ها و نویسنده رالف نیدر که در مورد عدم ایمنی و طراحی تعلیق در عقب خودرو بود، باعث ضربه سنگینی به فروشش شد که در سال 1969 این خودرو متوقف شد. ماشین شماره 3، BMW جینا، یکی از مفهومی‌ترین و نوآورانه‌ترین و عجیب‌ترین خودروهایی است که تا به حال توسط مهندسان BMW ساخته شد. این خودرو صرفاً جهت آزمایش ذهنیت مهندسان خودروساز بود و خودروی مفهومی است. این خودرو بدنه‌ای از پارچه بسیار مقاوم، انعطاف پذیر و ضدآب و کشسانی ساخته شده که روی یک اسکلت متحرک آلومینیومی قرار گرفته. این خودرو میتونه شکل خودش رو تغییر بده، مثلا چراغ‌هاش باز بشن یا درب خودرو مثل پوست پیاز باز میشه. به خاطر عدم ایمنی و مفهومی بودن خودرو، این خودرو هیچ وقت به تولید انبوه نرسید. ماشین شماره 4، پلپ 50، کوچکترین ماشین جهان که در سال 1962 در کشور بریتانیا تولید محدود شد. یک شاهکار جمع و جور که بیشتر شبیه یک اسباب بازی به نظر می رسید تا خودرو، اما واقعا تولید شد، پلاک داشت و حتی در جاده‌ها تردد کرد. جربی کلارکسون در برنامه تاپکاری با یک پلپ 50 وارد دفتر BBC شد و با آن در راهروها حرکت کرد که این صحنه به یکی از خنده‌دارترین و نمادینی‌ترین لحظات برنامه تبدیل شد. اما توی بعضی از کشورها تولیدش به دلیل نبود ایمنی و عدم پایداری در تصادف‌ها ممنوع شد، اما هنوز هم یک نماد بامزه و جمع و جور است. ماشین شماره 5، کادیلاک 16، یکی از خاص‌ترین و جذاب‌ترین خودروهای مفهومی کانسپت تاریخ است که توسط شرکت کادیلاک زیر مجموعه لوکس جنرال موتورز طراحی و در سال 2003 معرفی شد. این خودرو نه تنها از نظر طراحی خیره کننده بود، بلکه به خاطر پیشرانه قدرتمند و نامعترف خود شهرت زیادی پیدا کرد. کادیلاک بدنه بسیار کشیده و لوکس با طراحی فوق‌العاده چشم‌نواز، جلو پنجره بزرگ و کلاسیک با نشان کادیلاک، سقف شیشه پانورامیک، درهای عقب به صورت معکوس باز می‌شدند و فضای داخلی با چرم، چوب و آلومینیوم کار شده. به خاطر هزینه بالا و قوانین سختگیرانه زیست محیطی مانع تولید انبوه شدند. ماشین شماره 6، لوتوس اسپریت. این خودرو یکی از معروف‌ترین خودروهای سینمایی جهان است که در فیلم جیمز باند محصول 1977 ظاهر شد. این خودرو نسخه خاصی است که به شکل یک زیردریایی تبدیل می شود و به عنوان یکی از نمادینی‌ترین وسیله نقلیه سینما شناخته شد. این خودرو مجهز به پروانه‌های عقب برای حرکت در آب و پره‌های کناری برای کنترل جهت. این خودروی هیجان انگیز واقعا ساخته شد، ولی تولید انبوهش غیر ممکن بود چون امنیت ملی رو تهدید میکرد. بعدها ایلان ماسک یکی از نمونه‌هاش رو خرید، ولی فقط برای کلکسیون.
ماشین شماره 7 تاکر 48. تاکر یکی از افسانه‌ای ترین و جنجالی ترین خودروهای تاریخ امریکا است. این خودرو در سال 1948 توسط پرستون تاکر طراحی شد و تنها 51 دستگاه از آن تولید شد. تاکر نه فقط به خاطر طراحی آینده نگرانش، بلکه به دلیل درگیری‌های حقوقی و فشار خودروسازان بزرگ و سرنوشت تلخش مشهور شد. در اواخر دهه 1940 تاکر با ایده‌های انقلابی خودروسازان بزرگ را نگران کرد. به دلیل فشار سیاسی و شکایت‌های مختلف دولت امریکا شرکت او را به کلاهبرداری متهم کرد. دادگاه در نهایت تاکر را تبرئه کرد، اما دولت امریکا دخالت کرد و پروژه را بست و تاکر به تولید انبوه نرسید. ماشین شماره 8 پرچم قرمز نخستین خودروی لوکس ساخته چین است که در دهه 1950 توسط برند هونکیو تولید شد. این خودرو نمادی از افتخار ملی چین بود و اغلب برای جابجایی مقامات بلندپایه حزب کمونیست چین و دیگر رهبران ارشد استفاده می‌شد. این خودرو به نوعی نماد اقتدار دولت و شکوه ملی بود. اولین خودروی واقعا ملی چین به شمار می‌رفت، گرچه بخش‌هایی از آن الهام گرفته از خودروهای امریکایی بود. این خودرو واقعا برای سران بود. مردم عادی حق استفاده نداشتند، نه فروش عمومی داشت، نه تولید برای صادرات بود و هر کس بهش دست میزد بازداشت میشد. ماشین شماره 9 گوگل خودران. این پروژه یکی از مهمترین تلاش‌ها در حوزه هوش مصنوعی و خودروهای بدون راننده بود که توسط گوگل آغاز شد. این خودرو یک خودروی 2 نفره بدون فرمان یا پدال. این خودرو با فناوری‌های فوق‌العاده بود: تشخیص فاصله با لیزر، دارای رادار و دوربین‌های محیطی و نقشه‌های با دقت بالای GPS، سیستم یادگیری ماشین و تصمیم‌گیری آنی سنسورها اولتراسونیک برای تشخیص موانع نزدیک. این سیستم‌ها به طور هماهنگ اطلاعات محیطی را دریافت و تحلیل کرده و تصمیمات مشابه به رانندگی انسان اخذ می‌کردند. اما دولت امریکا اعلام کرد ماشینی که انسان نتونه کنترلش کنه هرگز نباید در جاده باشه و به تولید انبوه نرسید. حالا که تا اینجا همراهیمون کردین، لطفاً کانال رو سابسکرایب، لایک و کامنت بذارید.